اطلاعات کوتاه و مفید در مورد عالم غیب که برای اولین بار میشنوید، به دور از داستان‌های طولانی که من به طور خلاصه و کوتاه توضیح میدم در این کانال. چطور سن جن ساکن در جسم خود را تشخیص بدیم؟ 3 علامت وجود جن التابعه پیرمرد یا پیرزن در جسم انسان. هنگام راه رفتن احساس خستگی بسیار می‌کنید، مانند افراد مسن، در صورتی که شما جوان هستید. علامت بعدی، احساس خستگی و قوس کمر، مثل افراد مسن می‌شوید، در صورتی که شما هنوز جوان هستید یا دوست دارید همانند افراد مسن عمل کنید. علامت سوم، همیشه در خواب پیرمرد یا پیرزن همراه با خانواده‌اش می‌بینید یا پیرمرد یا پیرزن تنها که این خواب‌ها همیشه تکرار میشن و این اشخاص در آنها هستند. این علامت‌های بسیار مهم که نشان دهنده این جن‌های مسن در جسم شما است.